یک بدعت منکر و مخالف دین در بعضی کشورها انتشار دارد و از قدیم هم انتشار داشت. ای که بر امساکیه یک وقت خاصی را تعیین میکنه. یعنی وقتی که روزدار میخواد روزه خود از سحری بند کنه، باید طلوع فجر صادق انتظار نکشه، قبل از او 10 دقیقه یا 15 دقیقه پیش باید روزه خود بند کنه، دیگه نخوره. و ایرا در امو جدولایی که افطاری و سحری چیزا را نوشته کردن، دمو هم وقت امساکیه را جدا میگیره غیر از وقتی طلوع فجر صادق. ای کاملا مخالف آیت صریح قرآن عظیم شان حتی یتبین لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود، یعنی تا به وقتی طلوع فجر صادق اجازه داری که بخوری. خب صحیح طلوع فجر صادق شود، واضح شود، قرآن یتبین واضح شود. و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم امتشان ارشاد کردن، امر کردن که وقتی که بلال از آن میته شما بخورید بنوشید، تا اینکه ابن مکتوم از آن میته. ابن مکتوم در چی وقت از آن میگفت؟ وقتی که طلوع فجر صادق خب واضح میشد. پس این امساکیه که اینا وضع کردن مخالف دین است، مخالف آیت صریح قرآن عظیم شان است، مخالف امر رسول الله صلی الله علیه و سلم است. دیگر این کدام اعتباری نداره، اساسی نداره، بلکه یک بدعتی بسیار قبیح و بدی است در مقابل حکم صریح از اسلام که او از طلوع فجر صادق باید روزت بند کنی، و اینها مخالفی از او حکم مستقل وضع کردن. بارک الله فیکم.